زردپوشان برزیل در برابر ژاپنی که با لباسهای سفید رنگ از راست به چپ خواهد زد در نیمه اول. و شمارش معکوسی که تماشاگران صدا میزنند و بازی که بازیکن برزیل شروعش میکنه. کارگردان منصرف میشه از نشون دادن تصویر آهسته، یک کار قشنگ و توپی که از کنار دروازه این بار گیمارش به بیرون میزنه. توپو به خوبی میرسونه موقع به گیمارش با پای چپ یه ضربه فنی رو میزنه و سوزوکی توپ رو یه کورنر میکنه. البته ضربه رو بود. رونالدینیو حضور داره در بین جمعیت در ورزشگاه در کنار اسکار از سمت راست. دانیلو خدایش خیلی بازیکن معمولیه. دانیلو اگه خیلی بخوای محترمانه در مورد صحبت کنیم و گل به تیم ژاپن اولین حملهشون رو تبدیل به گل میکنن. کایشو سانو 1-0 برای ژاپن تقریبا میشه که برخلاف جریان بازی. راست زمین موقع به دانیلو سانتش انجام میده، یه ضربه سر سانت میکنه روی دروازه، یه ضربه سر و توپ در دهانه دروازه. گل نشد. چجوری توپ گل نشد؟ حالا ضد حمله ژاپنیا رو ببینید. به اون سمت کماکان موقعیت داره، این توپ روی دروازه گرفته. عقب‌تر گابریل او بلند سانت میکنه به دهانه دروازه. گل برای تیم برزیل. کاسمیرو در بهترین فصل فوتبالی خودش نشون میده که شم بالایی واسه گلزنی داره. 1-1 مساوی. میبره به سمت چپ. چیکار کرد اونجا وینیسیوس؟ خود وینیسیوس پا عوض میکنه، وارد محوطه جریمه میشه. وینیسیوس وای که چقدر بدشانسه. چه گلی میشد. با هم نگاه کنیم. اینجا محو کرد تومیاسو رو تو پشت محوطه جریمه. یه ضربه و پای موقع به مارتینلی و گل دقیقه 96. مارتینلی برزیل رو در جام نگه میداره. یه اشتباه مرگبار از ژاپنیا. بسوط پایان مسابقه، حذف تلخ دراماتیک و اندوهبار ژاپن.